بریم واسه آموزش نصب کاسه بالهنگ. اول رو کشا رو شروع میکنیم و در میاریم. شروع میکنیم به ست کردن پیچای مهار تا مرکز آکسمون باید 6.5 باشه. حالا شروع میکنیم به برش قسمت‌های اضافه میل مهارمون. یه بار دیگه آکسمون رو قبل جا زدن چک میکنیم. حالا شروع میکنیم به بستن مهرامون، حسابی سفتش میکنیم. تو این مرحله شروع میکنیم واسه اندازه‌گیری لوله تخلیه فاضلاب بالهنگ. حتما از روان کننده استفاده کنید. تو این مرحله شروع میکنیم به خط کشی میزان قسمتی از لوله تخلیه‌مون که رفته داخل دل دیوار و تو لوله فاضلاب ما قرار گرفته. لوله آب ورودی رو نصب میکنیم. لوله تخلیه فاضلابمون رو حالا تو این مرحله میچسبونیم به بدنه کاسه بالهنگ و قسمت داخل رفته رو شروع میکنیم به خط کشی. حالا قسمت‌های داخل رفته رو از قسمت‌هایی که بیرون مونده کم می‌کنیم تا خط برش ما به دست بیاد. تو این تصویر می‌بینید 13 سانتی و نیم باز این کار اصلاح بشه، کوتاه بشه. حالا لوله ورودی آب. حالا بازم قسمت‌های داخل رفته رو از قسمت‌هایی که بیرون مونده کم می‌کنیم و خط برشمون رو به دست میاریم. حالا شروع می‌کنیم به جا زدن لوله تخلیه فاضلاب و لوله ورودی آب. تو مرحله آخرم شروع میکنیم کاسه بالهنگ رو سر جای خودش قرار میدیم. بعد اینکه این کارو کردیم شروع میکنیم به بستن و صفر کردن پیچای در واقع نگهدارندمون. خب اینم از نتیجه کار. امیدوارم براتون مفید بوده باشه.